به نام خدا. بچه ها بسم الله الرحمن الرحیم. امروز امتحان ریاضی دارید. 20 سوال هم طرح کردیم گذاشتیم رو میز که جواب بدید. خیلی قشنگ سوالا رو جواب بدید. انشالله که قبول شید برید کلاس بالاتر. خب چطوری علی بستنی؟ علی بستنی خوبی؟ درسات رو میخونی یا نه علی بستنی؟ ای اون چی علی بستنی؟ آقا به خدا هیچی نی. به خدا هیچی نی آقا اجازه. کتاب زیر میز اوکی علی بستنی؟ این کتاب افتاده اینجا. بیار بالا کتاب رو میز آقا تقدم نکن. کتاب رو میز. آقا به خدا تقدم نکن. کتابت بلند شو ببینم. آقا بلند شو استاد بگی دستو. دستو بگی. کتاب تقلب میکنی؟ نگاه کن به بابا میگم با چی میاد گوه خوردی؟ خودم میگم بعد که خرف دستم کبود کرد کتاب خرف کبودیشو ببینه میگه علی مارکی داره میاد میگه